اگه دوست داری فوت کوزه‌گری حلوا رو فقط با این لیوان یاد بگیری، با مامی کوک همراه باش. شکر رو داخل تاوه به صورت پخش می‌ریزیم، حرارت رو روشن می‌کنیم و اجازه میدیم آروم آروم ذوب بشه و به صورت کارامل درآد. آنا، لطفاً قبل از رفتن به مرحله بعدی ویدیو من لایک کن تا منم انرژی بگیرم. ممنونم ازت عزیزم. نگاه کن عزیزم، وقتی حرارتت کم باشه شکر آروم آروم ذوب میشه و آروم آروم به رنگ کارامل در میاد و این روش واقعا حلوا رو خوشمزه میکنه. کلا دقت کن رنگ کاراملت خیلی تیره نشه. ببین به همین اندازه‌ای که حالت عنابی داره و خیلی سرخ و خوش رنگ کافی هستش. بعد 1 لیتر شیر داریم که این رو آروم آروم به کاراملمون اضافه میکنیم. این کار رو آروم آروم انجام بده به خاطر اینکه کارامل اینجا داغ هست، شیر سرده، کارامل سفت میشه و اینو آروم آروم با حرارت خیلی ملایم باید بازش بکنیم. قشنگم لطفاً زیر این ویدیو برام بنویس ببینم کی آخرین بار حلوا خوردی، با چه طعمی بود. برام بنویس اگر رسیپی جدید و خوبی هم داری اونم برام بفرست. دمت گرم عزیزم. وقتی شیر و کارامل کاملا با هم مخلوط شد و کارامل ذوب شد، حالا من 1/2 قاشق چایخوری هل و 1/2 قاشق چایخوری پودر گل محمدی اضافه میکنم و این مخلوط رو کاملا با هم ترکیب میکنم. الان شربت من آماده است، اینو کنار میذارم دیگه. توی ظرف دیگه 1.5 لیوان آرد گندم معمولی رو میریزم و اینو با حرارت کم تفت میدم. حدوداً یه نیم ساعتی زمان میبره. اینجا حوصله کن، بذار رنگ حلوات خوش رنگ بشه، چون تو این حلوا ما زعفران هم استفاده نمی کنیم. همینجا رنگ حلوامون رو با این تفتی که به آردمون میدیم مشخص میکنیم. بنابراین زمان بذار تا آروم آروم هم خامی آردت گرفته بشه، هم اون رنگ دلخواه تو بهت بده. و اما فوت کوزه‌گری که بهت قولشو داده بودم، 1.5 لیوان کنجدو بردار، آسیابش کن و به آرد بو داده شدت، تفت داده شدت اضافه کن و یه 5 دقیقه هم با حرارت خیلی کم با این پودر کنجد آردتو تفت بده عزیزم. آنا، لطفاً برام بنویس از کدام شهر ویدیوی من نگاه میکنی و چه سبک ویدیوهایی دوست داری تا همونجور که دوست داری برات درست کنم. دردت به جانم. ممنونم ازت. چون کنجد روغن پس میده، نگران نباش یه خورده گوله گوله میشه آردت، اما نگران نباش، با پشت کفگیر صاف کن. اصلا هم نیاز نداری که این آرد و پودر کنجدت رو علک کنی. بعد نصف لیوان روغن مایع و حدود 50 گرم هم کره اضافه میکنیم و باز هم این مواد آردی و کنجدیمون رو با این روغن و کره باز هم یه چند دقیقه تفت میدیم. عزیزم استفاده از کره عطر و طعم حلواتو چند برابر میکنه، پس لطفاً حذفش نکن گلم. دقت کن ببین رنگ حلوا رو من هنوز اون شیره و یا اون شهدی رو که از اول آماده کردم اضافه نکردم. این هنوز رنگ آرد منه، فوق العاده الان رنگش قشنگه. اینو با همین کره و روغن تفت میدیم تا حالت نیمه مایع به خودش بگیره. اگه دیدی حالت نیمه مایع نگرفت به این شکلی که داری میبینی، یه ذره دیگه میتونی بهش روغن یا کره اضافه کنی. خب میزان تفتی که من نیاز داشتم و رنگی که نیاز داشتم رو از آرد به دست آوردم. الان میرم شهدم رو میارم و به صورت ملاقه به ملاقه کم کم به مواد آردیم اضافه میکنم و همزمان هم میزنم تا این شهد به خورد
مواد آردی بره و در واقع حلوای من آروم آروم شکل بگیره. حتما تو این مرحله مدام به هم بزن عزیزم. وقتی کمی شهد رو به خورد آردمون دادیم، حالا میتونیم بقیه شهد رو یه جا اضافه کنیم و این رو کاملا مخلوط کنیم تا شهد به خورد آرد بره و آروم آروم حلوا شکل بگیره. دوست قشنگم، لطفاً ویدیوی من لایک و سابسکرایب کن و او زنگوله کنارش هم بزن تا عزیز دل خدا اولین نفری باشی که هر ویدیوی جدید ما با خبر میشی. اینجوری منم انرژی میگیرم و ویدیوهای بهتر و کاملتری برات درست میکنم. دردت به جانم، ممنونم. حواست باشه حرارت کم باشه و مدام این مخلوط رو به هم بزنی تا اون شهد و شیره‌ای که آماده کردیم به خورد حلوامون بره. همینجور که داری میبینی حلوا داره آروم آروم شکل میگیره و از ظرفمون جدا میشه. دستت نیاد تو تصویر. وقتی حلوا از ظرف جدا شد، اینو به صورت گهواره چندین بار تکون میدیم. این روش باعث میشه که حلوا روغن پس میده و کاملا یه بافت صاف و منسجمی رو به تو میده. بعدم حلوا رو در ظرف دلخواهمون سرو میکنیم و به شکل دلخواهمونم تزیینش میکنیم. من با یه مقدار خلال پسته و چند تا دونه گل محمدی تزیین کردم. تو به سلیقه خودت و با اون چیزی که تو خونه داری تزیینش کن. این حلوا انقدر خوشمزه است و به خاطر کنجدی که درش استفاده شده انقدر مقویه که واقعا نیازی به تزیین خاصی نداره. منتها خب تزیین اشتها آورتره و خب زیباتره، چشمو تحریک میکنه برای خوردن. بد نیست که انجامش بدی، ولی اگه نداشتی هم خودتو اذیت نکن. فوق العاده است این حلوا. نوش جونت گلم. بازم رسیدیم به جای خوشمزه ویدیو که من عاشقشم. خودت نگاه کن، فوق العاده رنگش عالی شده بدون زعفران، بافت فوق العاده لطیفی داره، فوق العاده با اون کنجدی که استفاده کردیم مقوی هستش. من جاتو خالی میکنم. به به، رنگ و رخشو مامی کوک چی کار کردی؟ بافتشو واو، فوق العاده است، عالیه، بی نظیره. به به، عالیه، خوشمزه است، بیسته بیسته بیسته.